خب دوستان گرامی ما میگذاریم با تحلیل بررسی آخرین رقابت این دیدار دسته‌های مالورکا و ریال مادرید بود و طور مشاهده شدیم اینجا گلی که در دقیقه ایلوواگی وداد موریکی حمله‌گر دسته مالورکا به هدف میرساند از سوی بسیار از کارشناسان همچون گل ارزیابی میشود که اکنون تقدیری چمپیونی رو شاید این موسم حل کرد. اگر رفتی خودی بازی رو به اعتبار بگیریم 30 دقیقه اول به نهایت برتری کلون ریال مادرید فرصت‌های گلزنی به میان میاد اما مباپه حداقل از دو امکانات استفاده نمیبرد و باز هم بعضی کارشناسان و مخلصان حتی بر این فکر هستند که برگشت مباپه باز بر ضرر دسته ریال مادرید شد چون که تو آمدن او 5 بازی 5 غلبه بود و اینکه در حالت اولیه باز هنرنمای فوتبالباز فرانسوی رو میبینیم ریال مادرید دچار ناکامی میشود. آیا همین سخن‌ها توأم هستند با یکدیگر موافق میآیند یا نه؟ خب اینجا اول باید درباره کاری سرمربی ما گپ زنیم که بعضی وقت بازیگران از حد جوان رو به میدان میآورد. این هم میتواند از یک طرف تاثیر خود رو به بازی دسته ریال مادرید رساند و دوم اینکه در همین رقابت فدریکو والورده نبودن کاپیتان دسته ریال مادرید البته که خط نیمه حمایه رو ضعیف میکند ولی اونجا بازیگران دیگر میتوانند مثلا مثل اردا گولر و دیگران درخشند اما اون فشاری بلندی که فدریکو والورده بر رقیب میآورد اون چیز تاثیر بسیار سخت میرساند برای دسته ریال مادرید و برتری این دسته رو تامین میکرد در مرکز میدان. در کار میشد و در خط دفاع با دفاعگران یکجا بازی میکرد، در کار میشد در خط حمله پیدا میشد و گل میزد، مخصوصا در همون بازی‌هایی که بسیار دشوار بود در لحظه‌های اخیر. در دو بازی گل‌های او ریال رو به پیروزی رساندند و سه امتیازی رو برای این دسته آوردند. در این بازی نبودن او یکی از عامل‌های اساسی ضعیف شدن دسته ریال مادرید مخصوصا پس از قسم اولی رقابت بود. اما در خط حمله از حد زیاد قوای بزرگ بودن، فکر میکنم باز هم اندک و درست تقسیم نشدن همین چیز رفت بازی ریال رو ضعیفتر میکند. وینیسیوس البته ما میدونیم که چقدر خودخواه است، او همیشه میخواهد که مثلا چهره اساسی در مرکز میدان در مرکز توجه باشد. کلیان امباپه از او بدتر. کلیان امباپه یک از سبب‌هایی که کسی دیگر در سالهای اخیر وقتی که مثلا انریکی اومد به پی اس جی و لایحه خود رو پیشنهاد کرد و او گفت من با این خیلی نقشه ها شما رو به اوج قدرت میرسونم در فوتبال، رهبریت دسته دیگر اون زورا و تولایی که امباپه رو میکردن دیگر از اون دست کشیدن، حتی او رو به پول و جواب دادن مرحمت به هر جا که دلت میخواد راه افتادن. و لوئیس انریکه فکر میکنم یکی از چیزهای اساسی که برای رهبریت دسته فهمون همین بود که یک فوتبال باز رو تو این حد شما امکان و حق ندهید در دسته که مثلا هر چی رو که میخواد اداره کند و همون خصلت‌های او هنوز هست و در ریال مادرید تاثیر خود رو میرساند. بله او مثلا میشود یک بازی که تو 5 گل میزند، یک بازی میشود که 3 گل خطریک میکند، اما در لحظه در کاری که مالیورکا بر این دسته رو شکست دادن در کار است نمیتواند کاری کند. این معنی اون رو دارد که حالا او مثلا یک بازیگری تاپ حساب نمیشود. شاید در بازی بزرگ حالا این کارها رو کند، شاید مثلا نمیدونم با نتیجه های ریال مادرید مخصوصا در لیگ چمپیون ها که اکنون یگانه امکانیت آنها برای جایزه است فکر میکنم اونجا کارهای کند، بعد ما بگیم که اومدن او برای ریال سود آورد، فایده آورد. خب اگر اهمیت دهیم ببینید ریال برای مثال اتلتیکو رو شکست میدهد، ویلاریال رو مغلوب میکند، بعضی دسته‌های دیگری که در قسم بالای جدول هستند حتی خودی بارسلونا رو مغلوب کرده بود در مرحله یکم چمپیونات، اما در برابر چنین تیم‌هایی که از قسم پایینی جدول هستند دچار مشکلی میشود، مغلوب میگردد و همین عامل‌ها اصلا باعث بر رشد استودن تو در جدول همین تفاوت 7 امتیازه بله با بارسلونا با میان اشاره کردید و مخصوصا در بازی که امباپه نبود ببینید که وینیسیوس چقدر خوب میدرخشد. واقعا اونجا وینیسیوس گویا که یک فوتبالباز دیگر است و وقتی که در کنار امباپه او رو میگذارند او تمام دیگر اون بازیگری که مثلا در نبودن امباپه بود دیگر اون بازیگر نیست. و اینجا گپ سر مناسبت بازیگران در بازی علایده هم میرود. ببینید آنها مقابل باواریا بازی میکنن. این هفته دیدیم که باواریا در چمپیونات آلمان چقدر دچار مشکل بود ولی که مناسبت بازیگران ببینید کامبک کرد از صاحب 0 بر 2 بعدن به غلبه رسید. اگر که ما در یک موازنه برابر قرار دادیم فرایبورگ قوی‌تر از مالیورکا است اگر که برابر هم کنیم چمپیونات. اینجا گپ سری همون روحیه بازیگران مناسبت آنها با بازی می شود. این بازیگران ستاره که هستند این نفران میخواهند که در لیگ چمپیون‌ها ضد ابردست‌ها باز هم قدرت و منزلت خود را بیشتر نشان دهند، باز هم از پی زیادکنی معاش خود میشن از شهرت بلندتر کردن، لیکن در وقت بازی ضد دستای میان حال ضد دستای ضعیف حریف رو نادیده میگیرند و
چون این دور باید جزا میگیرند. یک نظام دیده نمیشه. در بازی ضعیف ببینید چون طور است که گفتین آمدین یک کورپا را به طرف خود میکشد، دیگری به طرف خود. خط دفاع چون هر وقت هیچ وقت قوی نبود، آن هم خیلی ضعیف باقی میماند. باز هم نبودن کورتا حتی جای تاثیر خود را میرساند و ببینید همگی میروند با خط حمله. دیگر دفاعگران با کلی وقتی که موری که گل رو زده بود، دفاعگران یگان دفاعگر در جای خود قرار نگرفته بود. فرصت پیدا نمیکنند به موقع خود برگردند. همه این ناکامی از چی سر میزنند؟ از بی‌نظامی، از همون آزادی مطلقی که بسیار داده میشود، از نبودن سیستم، از جانب سرمربی. برای اینا سیستم درستی خوب از جانب خبرانسو پسند نآمد. میبینیم تا کجا همین آزادی اینها رو به قلعه شرف میرساند. من باوری ندارم که در لیگ چمپیونان اینها در هر بازی همین خیلی رنگ بازی منچستر سیتی با حساب بزرگ موفق میشوند. بله، تشکر. و باید قید کنیم که از سال 2009 تا امروز ریال مادرید یگان بار نتوانسته است عنوان قهرمانی که به دست آورده بود در لالیگا در موسم بعدی آن را دفاع کند، که این بار دیگر بازگو کننده آن است که نه همه وقت مناسبت جدی است با بازی‌های لالیگا. و در مثال آن گفتگویی که بالاتر امامبек گفت، شاید بهتر است از تمام خبر و اطلاع محروم کرده شوند بازیگران ریال مادرید و هر دور برای آنها گفته شود که ما باز با یک دسته دیگر از لیگ چمپیون ها رقابت میکنیم. این مرحله گوناگون لیگ چمپیون ها است. شما باید برای و شاید در همین گونه روحیه آنها توانند در دلخواه بازی ها پیروز شوند، مثل که در لیگ چمپیون ها حتی در بازی که باوری کس نمی‌آید ریال مادرید میتواند کامیاب هم گردد. دوستان گرامی، اکنون نتیجه باقی مانده را از هفته سپری شده لالیگا اسپانیا پیشنهاد شما میکنیم. دوری 30 چمپیونات جنببست شد و در این دور طور ما می‌بینیم بازی بتیس اسپانیول 0-0 خاتمه یافت. ریال سوسیداد لوانته رو 2-0 ناکام کرد. اتلتیکو گفتیم از بارسلونا مغلوب شد. خطافه 2-0 اتلتیک بیلبائو رو مغلوب کرد و سلتا در یک بازی حساس در برابر والنسیا 3-2 پیروزی به دست آورد. بارسلونا پیشرفت است، 76 امتیاز دارد. ریال مادرید در زینه دوم، ویلیاریال و اتلتیکو در موقع بعدی قرار گرفتند. بتیس، سلتا، ریال سوسیداد در موقع مسابقه اروپایی حالا هستند. در قسم پایانی الچه، لوانته و اویدو هستند، اما تیم سویلیا هم از آنها چندان دور نیست.